میگه آیا تاکنون میدانستید به آن که بر شما ستم میکند باید بر او ستم کنید؟ هر کس که ستم میبیند باید توان ستم بر ستمگر را در خود بیافریند. یکم جمله تندی به نظر میاد، اما یه پیام عمیقی هم توش هست. ناتوانی تو در بد بودن تو رو به آدم خوب تبدیل نمیکنه. اینکه تو نمیتونی به دیگران آسیب برسونی یا خطرناک باشی یعنی صرفاً بی خطری، نه خوب. اما اگر تو میتونی به دیگران آسیب بزنی، میتونی آدم بدی باشی، در این حال آگاهانه انتخاب میکنی که به کسی آسیب نزنی و خوب باشی، اونجاست که تو اخلاق مدار و خوب هستی. در واقع قدرت پایه اخلاقه، بدون قدرت اخلاق بی‌معنیه. نظرتون چیه؟ بهش فکر کنید. میگه آیا تاکنون میدانستید به آن که بر شما ستم میکند باید بر او ستم کنید؟ هر کس که ستم میبیند باید توان